هیچ نه یک نه دو ما را از بین میبرن. بخصوص بالای ما که ما مثلا ایماندار هستیم، به نظر از او فکر میکنم ما کافر هستیم. خب بار اول که طالبا آمده بودن، دختر اول باریم نو به دنیا آمده بود. 3 روز میشد که من طفل به دنیا آورده بودم. وقت شوهرم امو روز بردن. من زکی هستم از افغانستان. مدت 6 سال میشه تقریبا که همراه فامیل خود مهاجر شدیم. ما در فامیل مسلمان زاده شده بودم و مسلمان ها همیشه کوشش میکردن که پیرو شریعت باشن، از شریعت استفاده کنن. از ما بد میبردن، مرا نمیخواستن، حتی در خانه نمیخواستن. میگفتن در دین اسلام همیشه از خداوند ترس نشان دادن. میگفتن اگر نماز نخوانی مثلا نمیتونی به بهشت بری. شوهرم یک جای کار میکرد، به خاطر از اینکه گفتن شما جاسوس هستین، شما از ایران آمدین، سلاح دارین، شما میخواین در مقابل طالبان جنگ کنین. به این خاطر به تهمت ناق شوهرم برده بودن. روزی که شوهرم بردن میخواست مثلا سودا به خانه بیارن. من 3 روز میشه طفل به دنیا آوردم، میخواست برای من سودا بیاره در خانه. همون روز تا دیگر منتظر بودم که نامد. اما به تشویش شدم که چرا شوهرم نامده. 2 ساعت دیگر انتظار کشیدیم، دیدیم شوهرم نامد. وقت من فهمیدم که حتما کدام گپ شده که شوهرم امشب نامد. من همیشه جستجو میکردم، از همه کس پرسان میکردم درباره شوهرم، اما هیچ کس معلومات نداشت. نتونستم خدا بگیرم. اینجا گریه کردم زیاد. به خاطر خودم هم یک طفل نو به دنیا آورده بودم، مریض بودم، خودم توانایی نداشتم که من حالت ببینم. خب میخواستن اختطاف کنن، میخواستن ما را از بین ببرن، چون ما اختاریه داشتیم. ما زیر تهدید، زیر خطر بودیم. ما در یک جای گفتیم زندگی نمیکردیم، نه جای خود تغییر میدادیم. میخواستن ما را از بین ببرن، میخواستن ما را بکشن، مثلا دخترای ما را از پیش ما بگیرن. زیر از این تهدیدها و خطرات ما بودیم، چون ما جان ما در افغانستان در خطر است. اگر ما از این دیپورت شیم افغانستان بریم، سر مرز ما را شناسایی میکنن، از بین میبرن. طفلای ما زیاد در استرس هستن. من به عیسی مسیح ایمان دارم و عیسی مسیح را میپرستم و پنهانی. و ما لطفاً بر ما دعا کنیم. وقتی ما اینجا در مشکلات هستیم، وقتی شوهر ما را طالبان سرش فایر کردن، ما از افغانستان گریختیم، مهاجر شدیم و ما خودم رهبری خانم‌های مهاجر پناهنده افغانستان دارم و لطفاً بر ما دعا کنیم.